علف سبز نمیبینی، لیکن بهار میشه بارانا شروع میکنه، میبینی پسانا امو دشت و بیابانی که مکمل خط بود امی قدر سبزه دیده نمیشد، یک دم سرخ گلی لاله است. و انسان برای تو الله بار بار نشان میده، اما تو انسانی قدر غافل هستی. و تر الارض، تو میبینی مخاطب زمین حامدتن خشک و خراب افتاده. فاذا انزلنا، زمانی که فرو میفرستیم علیها بالایشان الماء، آبی بارانه فرو میفرستیم، اهتزت حرکت میکنه یعنی تازه میشه، و ربت میافزایه، و انبتت میرویانه من کل زوج بهیج، از هر قسم، کل زوج از هر نوع، بهیج چیزای بارونق و زیباره. توسط آبی باران الله او سرزمین تبدیل میکنه، تغییر میده به شکل دیگری. کجا بود؟ امو بوته کجا بود؟ تخمکی چیسته؟ خشکک امونجا افتاده، آلی پس درخت جور میشه. تو هنوز هم این کار میکنی. ذالک بان الله هو الحق، ذالک ای حکمت تصرفات گوناگونی که الله متعال میکنه برای وضاحت استدلال برای شما بیان کرد، در وجود خودتان، در بیرون، در گیاه ها و در درخت ها براتان بیان کرد. به خاطر از که بان الله هو الحق، الله که است امی الله حق است، یعنی معبودی بر حق است، هستی کامل است، هیچ نوع عیب و نقصان درش نیست. کمال الله کمال ذاتی است، کمالی نیست که کسی دیگه برش داده باشه. ذات الله کامل است، نسبت هیچ نوع عیب و نقصان نمیشه. پس وقتی تو میگی چه رقم مرا پیدا کنه، نسبت عیب و نقصان به الله میکنی. یک، و انه یحیی الموتى، الله متعال زنده میکنه مرده ها را. و انه علی کل شیء قدیر، الله بالای تمامی چیزا قدرت داره. سه قسم کمال برای الله ثابت. بان الله هو الحق، الله امی الله حق است، هستی کامل است، ایرا میگه کمال ذاتی. و انه یحیی الموتى، الله متعال مرده ها را زنده میکنه، ایرا کمال فعلی میگه. فعلی الله کامل است، مرده را زنده میکنه، شیء معدوم موجود میسازه. کمال وصفیش و انه علی کل شیء قدیر، الله بالای تمام چیزا قدرت داره. انسان عاجز قدرت الله را سر خود قیاس نکن. قدرت الله را سر خود قیاس میکنی. و ان ساعت آتیتون، و ای گپا ای دلیلار الله متعال به خاطر ذکر کرد که شما یک کمی هوشدار پیدا کنی، درک بکنی که کدام طرف روان هستی، آمادگی بگیری. چرا؟ و ان ساعت آتیتون، قیامت آمده نیست، لا ریب فیها، شک در آمدن نیست، وقوعش نیست. یک، و ان الله، قیامت که میاد چی میشه؟ کل مخلوق الله در یک میدان جمع میشه. و ان الله یقینا الله متعال یبعث، زنده میکنه، من کسی را فی القبور، که در قبر است، در درون زمین رفته کلش الله زنده میکنه. دلایل تیر شد، هر کس باید ای را درک بکنه، حالی بدانه که خوی دنیا عبور، زندگی عبوری است، زندگی موقت است. این زندگی موقت سرنوشت ساز است برای زندگی آینده، برای زندگی آدمی. اینجا برای خود زندگی تعیار که اونجا زندگی خوب بیابی. او زندگی مرتب سری زندگی است. این زندگی تا درست کو، اگر درست کردی و زندگی دائمی تا همینطور درست. اگر ای را خراب کردی زندگی چی شد؟ خراب است. موقع را اینجا الله برات داده، میدان عمل امیج است، میدان محنت و زحمت امیج است، کوشش امیج است. از اینجا دیگه تو باید شروع بکنی برای خود. چقدر خوب، عجیب است. ما زمانی که می در یک مملکت دیگه سفر میکنیم، شرایط اونمو سفر به مملکت دیگر، چیزی که شرایط داره، ویزیش، پاسپورتش، کلش برابر میکنیم، تلاش میکنیم که یک جای نقطه خلل پیدا نشه. چرا؟ باز نمیمانه، رد میشم. چی میشم؟ رد میشم. در امور دنیای خود ما اینقدر انتظام میکنیم، الله که ما را خبر میده که اینی طور حالت هاست. الله خبر میده و عذابای هیبتناک الله برای ما بیان میکنه که یقینا او مطابق ذهن ما الله بیان میکنه، وگرنه عذاب آخرت خود چیست؟ خارج از برداشت ذهن است. چطور ما غافل شویم؟ چطور نماز الله قضا شود؟ چطور روزیش خورده شود؟ چطور به این و آن بهانه کرده روزه را زخمی میده دارم، استفراغم میآید، دلبدی دارم، رقم بهانه ها جور کرده رویسته مردم. با فتوایش هم از ملا صاحب طلب میکنه. تو خودت سری خود عالم هستی که چقدر
توانمندی روزه گرفتن داری یا نداری؟ زنا در تمام روز در چکر میزنن در لیسه مریم زیر پیچه سفید، تمام روز 5 ساعت در استاده گردش هست در گرمی، در خانه که میان نماز نشسته میخوانه، ظهرم نمیرسه، توانم نیست، اونجا میره رستو بگرد در گرمی، کمرش چک در چی؟ در معماری، در نجاری، در آینگری، در زمینکاری، در مستریگیری است. بگاه که میاد غرب میپرته خدا، والا سخت مانده شده، حالی نماز نمیشه، الله میتور کار میکنه که یک طرف آدمم طرفی روزی روان میکنه، باز از آدم عبادت میخواه. سبا نگفتی که والا سخت زله بودم، بگاه نمازم نخوندم، خیر است، خیر کارم نمیکنم از همین زیلگی. همین جز نماز نمیخونه، زلست دریور میگه رستو بگوره ما در گرمی دریوری کرده، تک تک دروازه زده میشه، خیرت است تا فلان جای دربست است، همینطور چابک خیز میزنه که هیچ پرسان نکن، نمیگه که من اینجا ضعف هستم. به الله قسم انسان تا وقتی که عقیدهش به صفات الله پیدا نشود و ایمانی قوی در قلب پیدا نکنه، شیطان چطور فریبت میده؟ عذر و بهانه خود ساخته بی اساس و نعوذ بالله بی منطقه برات جور کرده رویسته و تو را طرف گمراهی کشانده رویسته. نماز الله را ترک کردی، خواب کردی، نعوذ بالله، ثواب از کی خیستی؟ روزه را نگرفتی، حج نکردی، زکات ندادی، چشمت در حق همسایه بود. خب تلاش میکنی که غریب شوه که خانه خدا در فروش پرته که من بگیرم. یک روز پیش میره همسایه برش میگه که قرضدار هستم، قرضدار سخت مرا ورخطا کرده، بی آبرو بی عزت میشم، 5000 افغانی برای من قرض بده. مردکه دهان پاک میکنه که 1 روپیه نیست، خود سبایش امی خانه در فروش انداخته میشه، در قضا این عریضه میکنه که شفش مستم، کسی دیگه خریده نمیتونه. اونو مسلمان هستیم ما، اونمو مسلمان هستیم. یک انسان اسلامی خودش برای خود بالکل طول کده میتونه که من چی رقم مسلمان هستم، چی اراده دارم، چی تصمیم دارم، چی کار میکنم، چی افعال انجام میدم، این بالکل واقعیت دارم. برای الله گپ است، هر کس خود میفهمه. و من الناس بعضی از مردم من یجادل فی الله، کسی است که مجادله میکنه در مورد الله متعال، گفتگوی ناحق میکنه در مورد الله، بغیر علم، بدون دلیل عقلی، ولا هدن، بدون دلیل نقلی، ولا کتاب منیر، بدون دلیل وحی که از آسمان برش آمده باشه. نه دلیل عقلی داره، نه دلیل نقلی داره، نه دلیل وحی داره. قرآن کریم برای ما درس میده، هر موضوع را که شما ثابت میکنی باید از روی 3 دلیل ثابت کنی، یا عقلا ثابت بکنی که مسلم عند الکل باشه، کلگی بپذیره. دلیل عقلی را میگه چی رقم دلیل عقلی را ثابت بکنیم؟ عقل تقاضای چی را میکنه؟ بله اگر ما طعام نخوریم بالکل گرسنه میشیم، دلیل عقلی است. عقل میگه که راستی هم وجود نیاز به این خوردن داره، اگر تو نخوری چی میشه؟ گرسنه میشه. خب کسی که زخم معده است، معدهش یکدم در درد میاد، او میگه یک چیزی در پالو این باشه، عقل میپذیره این گپه، هیچ کس رد نمیکنه. اگر کلکینا را بسته کنیم، منفذ باقی نمانیم، مردم هم زیاد باشه، بالکل حرارت بالا میره، عقل تقاضا میکنه. چرا؟ به خاطری که منفذ نباشه، هوا نباشه، خود دیگر چی میشه؟ این دلیل عقلی میگه، هر کس این میپذیره. یا دلیل نقلی باشه، کسایی که تایید شده صداقتش راستیش مکمل، وا بری تو بگویا که کار امی رقم شده. نفری که تثبیت شده صداقتش، او برات میگه این دلیل نقل است. یا است که کتاب از آسمان آمده باشه، الله میگه در مورد الله یا مجادله داره، گفتگو داره بدون کدام سند و دلیل. این مردمایی است که مرضی چی دارن؟ شهوت دارن، شهوت، خواهشات نفسانی یارا دنبال کرده، آن چیزی که نفسش برش میگه اونمو را میپذیره، بیرون سینه میکنه که چی گپاست. چی میکنه یادم؟ نتیجه نمی دلایل و دلیل بازیش نمیسته، ثانیه عطفی گرداننده است، عطفی پهلوی خدا به تقلید یا به تکبر نمیکنه، عمل نمیکنه، امتصال اوامری الله را نمیکنه، احکام الله را نادیده میگیره. این دین گریز است. اعتراض و انتقادشان به این خاطر است که از دین بگریزه. امروز زیاد پیدا شده، زیادی تر مردم پیدا شده. چرا نماز بخوانیم؟ چرا روزه بگیریم؟ چرا؟ گپس چرا میزنه؟
این گپا را میزنه. چرا این گپا میزنه؟ علتش است که خود خطا بده، یعنی ما مکلف به این گپ نیستم. لیضل عن سبیل الله، که گمراه بسازه مردم از راه الله متعال. اعتراضا میکنه. چرا الله در تقدیر نوشته کرده زنا اگر کسی میکنه در تقدیر نوشته است، قتل میکنه در تقدیر نوشته است. او بدبخت، نماز میخوانم در تقدیر نوشته است. تو خبر نداری که در حق تو نماز خواندن آمده قتل کردن. تو چرا دست در قتل زدی؟ در جای قتل کردن در نماز خواندن میرفتی. تو خود نمیفهمی. اعتراضا را کرده رو ایستن. مجادله داره، مجادله داره در مورد الله، در مورد حکم الله، فرمان الله، قدرت الله. الله چرا انسان اینطور پیدا کرده؟ چرا قوی غریزی جنسی را برش داده؟ چرا قوی طعام برش داده؟ انتقاد است، اعتراض است. آسان کرد. چرا کلش چراست. این چراها خیلی زیاد پیدا میشه. از همون خاطر است راه دینگروزی دو قسم است. یکی اونمو مردمایی بودن که واقعا عقیده نداشتن، عقل جنگی میکرد در مقابل احکام الله متعال، عقل خود خلاص حاکم قرار داده بود. یک تعداد مردم دیگر دین از ناحیه دیگه خراب میکنه. اون ناحیه کدام است؟ اونجا دینگروزی است. حدیث پیغمبر تقسیم میکنه، خبری واحد است، افاده ظن نمیکنه، گمان یقین نیست، ریشه نمیمانه، خبری واحد است. عقیده به خروج مهدی نداریم، پیدا شدن مهدی نداریم، خبری واحد است. مسائل دین رد کرده رایست، خبری واحد است. ما گروه های مختلف داریم که مردم از دین میکشانه، دیگه طرف میبره. علتش چیست؟ علتش که از دین گریز بکنه، برای خود راه پیدا بکنه که بله اینطور است. نه موسیقی چرا نفس انسان بسیار میکشه، بسیار میکشه. پیر صاحب از همون خاطر میگه اوی موسیقی میگه، اون موسیقی که تو را دیگه هم در الله نزدیک میکنه، او چطور حلال نباشه؟ کی تو را به الله نزدیک میکنه؟ چرا؟ خبر نداری تو موسیقی همون وقت باز نشه میشی، وجهت سرت میه وجه. اگر شراب میخوری که تو نشه میشی که از حال خود خبر نداری، الله میگه که حرام است، درست زده شوا. چی زده شوا؟ اما تو را که اینجا برعکس وجهت سرت میه که ناز عورتت خبر داری، ناز لنگولاشت، این برای هیچ یه روا باشه. منطقه میره تقاضا میکنه. عجیب گپاست. له فی الدنیا خزی، بله کسی که انتقاد و اعتراض سر احکام الله کرد، عقل جنگی را شروع کرد، الله وعده کرده این را یاد داشته باشی. الله میگه له فی الدنیا خزی، یقینا برای آدم در دنیا رسوایی است. الله در بین مردم او را منفور میگردانه، علم زیاد میداشته باشه، خود چون که عقل جنگی میکنه آنقدر مردم ای را بد میبینه که پرسان نکو، ملعون میشه، مردم از پیشش دور میشه، احترامش در چشم مردم چی میشه؟ میفته. این همیطور مردم ها بلکل همونطور شده. دو قسم علما، یکی که متمسکین به کتاب الله و سنت رسول الله است، الله واره عزت میده، در دنیا عزت میده. یکی متکلمین است، کسایی که فلسفه جوستن، پشت فلسفه ها میگرده. چرا؟ با وصفی که خام علم داره اما نظری مردم از پیش میشه، احترامش ساقط میشه. چرا؟ الله وعده کرده به این طور آدم در دنیا خزی رسوایی است و نذیقه می چشانی میره یوم القیامت، در روز قیامت، عذاب الحریق، عذاب سوزنده. اونجا باز می سوزه انشاءالله. چرا که الله استعداد برات داده بود ای را بجای از اینکه مثبت استعمال کنی، با این استعدادت مردم دعوت بدی، خدمت دین بکنی، تو برحله دین چی کردی؟ انتقادات کردی، اعتراضات، شبهه را در بعضی افکار مردم انداختی. شبهه را. یک فتنه بزرگی که حالی پیدا شده در افغانستان نبود، حالی نو پیدا شده به لباس سلفیت. خدا سلفی معرفی میکنه اما او پرویزیست، جماعت المسلمین به خدا مینامه، میگه ما پیرو قرآن هستیم، حدیث مدیث قطعا قبول نداریم، هر چیزی که از قرآن باید ثابت کنه خلاص. اینی را پرویزی ها میگه، حالی در افغانستان پیدا شده، ولی تاسف دریسته که در لباسی که بگه سلفی ها خود معرفی میکنه. هر کس کافر میگه، کافر فتوای کفر دادن از واج عادی ای گپ است، آب خوردن واری هیچ باکی نداره. و من الناس، بعضی از مردم من کسی است یجادلو، گفتگو میکنه، بحث میکنه، فی الله، در مورد الله متعال، بغیر علم، بدون دانش، ولا هدن، بدون بینش راست، ولا کتاب منیر، بدون کتاب روشن، هیچ چیز هم قطعش نیست،
بازم بحثا میکنه. بعضی از مردم من کسی از یجادل و گفتگو بحث داره فی الله، در مورد الله متعال، در مورد نظام الله، حکم الله، تقدیر الله، صفات الله، ذات الله، افعال الله، بغیر علم، بدون کدام علم ضروری، ولا هدن، بدون کدام چیز علم عقلی استدلالی، ولا کتاب منیر، بدون کدام علم نقلی استدلالی. کلی معناها درست میشه. یعنی منظور است که فاقد دلیل است، دلیل نداره. ثانی عطفی گرداننده است، در حالی که گرداننده است میتابه عطفی پهلوی خدا، لیضل عن سبیل الله، که گمراه بسازه مردم از راه الله متعال، شانه را خالی میکنه از انجام اوامر الله متعال به یک بهانه که چرا اینطور نشده، چرا اینطور است، من روزه را نمیگیرم، چرا دی تابستانی را آورده در زمستان می آورد. نه خلاص آسان گپ است. چرا؟ باز چی میگه؟ الله خود ظالم نیسته، ظلم نمیکنه. من خود که روزه را بگیرم آنقدر خسته میشم که پرسان نکن. چرا خسته میشی؟ به خاطری که پودریست، به خاطری که سیگرت میزنه، به خاطری که نسوار میزنه. گناه را خودت کرده برادر. سختی که سر روزه میکنه خود سری خود سخت کرده ای، وگرنه سخت نبود روزه. سری مردم متعدد چرا سخت نیسته؟ دیقان کار میکنه در گرمی، هیچ از روزه بگوی چی خسته نمیشه. اما تو خو میکنی، روز تا بگره خوام میکنی، آخر در سری پایت او انداخته میشه، زوف میکنی. چرا میکنی؟ به خاطر که پودریت نرسیده. باز انتقاد اعتراض از سری کی بکو؟ الله متعال که چرا در گرمی روزه را آورده. له فی الدنیا، به تو آدم در دنیا خزی رسوایی و نذیقه میچشانیم. الله میگم ای تو آدم یوم القیامت، در روز قیامت، عذاب الحریق، عذاب سوزان. ذلك بما قدمت یداک، بری ازی گفته میشه ای عذاب سوزنده که آمده برایت اموتور نیست، ای عمل کرد خودیت است، عمل کرد زراعت و پاش دادن خودیت است، خودکاری دایی درو کده خودت. بما قدمت یداک، ای عذاب به سبب آن چیزی است که پیش فرستاده دستای تو، این نتیجه عمل کرد خودت است. و ان الله، یقینا الله متعال، لیس نیست بظلام، ظلم کننده للعبید، بالای بنده خود. یک گناه را غلط طریقه الله سری کسی ثابت نمیکنه. ادنا به اندازه دانه خردل سپند، الله نه نیکی تا ضایع میکنه و نه سرت کدام گناه را نعوذ بالله زاید ثابت میکنه. هر چیزی که است کاریدگی خودت است، فقط خود کاریده آلی درو کده برو. و من الناس من یعبد الله علی حرف، بعضی از مردم ها کسانی هستند که عبادت الله را میکنه علی حرف، در کناره یا در شک. حرف میگه لبه و کناره را. خب مراد از اینجا چیست؟ مراد از اینجا در حالت تذبذب و شک عبادت الله را میکنه. ایمانش، عبادتش، عملش چی است؟ به مبنای منافع شخصی است. اگر منفعت شخصی برابر بود از این دین خوب راضی است، خوشحال است. زمانی که چیست برابر نبود میگه نه بیا نماز بخون. من که نماز بخونم باز تاوان میکنم. این گپ ما خودم نفر آوردیم زمان مجاهدین، زمانی که قدرت در پیش مجاهدین است، در مساجد ما امام به زور میگیریم. نفر آوردیم در مسجد، 17 خانه است، 17 خانه. خود در مسجد امام نداره. گفتیم امام بگیره، گفت امام 3000 افغانی میگیره، دمای ما توانش نداریم. باز دیگه که آوردیم گفت من می راست بگویم، من در مسجد که می داخل شوم یک ضرر برام میرسه. ایره من تنها نمیگم، شاید شما در مجالس شنیده باشه، بارها میگه من همی کاری دینه که بکنم من تاوان میکنم، از او خاطر کاری دینه نمیکنم. شوهرها خو به صدها به زنای خود گفته بگه، او میگه زن بان مره که نماز سرم خوندی سبا کارم نمیشه. دریور است میگه سواری پیدا نمیشه، برام سواری پیدا نمیشه. بخی غسل کو، من که جنوب باشم باز خوب پیسه برام میآید. این گپای است که روز مرا تا بالا میشه. قرآن کریم حقیقتا را برملا میسازه. عبادات، ایمان، تقوا کلش برای خود اساس داره. یک کدام اساس؟ یکی عبادات و ایمان به اساس باور داشتن و تصدیق بالای الله متعال است. حق دانستن این نظام اسلام است، حق دانستن پیغمبر است. یک انسان عمل میکنه، روزه میگیره به می اساس که حکم الله متعال است.
این افتخار برای خود میبینه. او من میگم الله این لذت نصیب کل ما بکنه. یقین به الله بکن که بس اوقات در نماز بگی که الحمدلله نماز بود که میخوندم. اگر نمی بود بس دیگه این وجود برای من هیچ اهمیت نمیداشت. از امو خاطر از طور مردم ها زمانی که یک نمازش قضا شود امی جانش آنقدر بدش میاد که هیچ پرسان نکن، بالکل افسرده میشه.